در همه مؤسسه های ساحه تندرستی شهر و ناحیه های ولایت سوخت در دایره روز عمومی جهانی تندرستی سلامتی من حقوق من چاره‌بینی های سلامتی برگزار کرده شدند. این تدبیر مهم که به صحت اهالی یا که احوال ساکنان کشور نگرانیده شده است با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، اقدام وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، شهر و ناحیه ها و تشکیلات و مؤسسه های ساحه تندرستی صورت گرفت. متخصصان، طبیبان، کارمندان مؤسسه های تندرستی ناحیه های اسپیتمن و جبار رسولوف با برگزار نمودنی چاره‌بینی های سلامتی به اهالی خدمت رایگان طبی رسانیدند. چاره‌بینی های سلامتی از مجموعه تدبیرهای مساعدت به صحت عامه عبارت بوده به اهالی از جانب طبیبان، متخصصان ساختاری کمک اولیه طبی سانیتری و گاسپیتالی ناحیه اسپیتمن مصلحت و مشورت، معاینه و تشخیص براهمانده در این روز از جانب مؤسسه های کمک اولیه طبی سانیتری زیاده از 300 نفر و بیمارخانه مرکزی، بیمارخانه های منطقوی و دهات زیاده از 100 نفر از خدمت رسانی های طبی مصلحت و مشورتی طبیبان عائلوی، بیماری های چشم، گوش و گلو و بینی، عصب شناس، بیماری های درونی، دلشناس و دندان پزشکی برخوردار گردیدند. به زیاده از 150,000 نفر اهالی جماعت های شهرک و دهات نوکت، تقایق، سربند، خرمزمین، استقلال ناحیه، 2 بیمارخانه منطقوی، 1 بیمارخانه مرکزی، 2 مرکز سلامتی ناحیوی، مرکز سلامتی دهات، بنگاه ها و خانه های سلامتی خدمت طبی میرسانند. امروز روز عمومی جهانی تندرستی می باشد. در بیمارخانه مرکزی ناحیه اسپیتمن کاروان سلامتی تشکیل کرده شد. شهروندان فعالانه اشتراک دارند. همه خدمت رسانی ها رایگان می باشد. چاره‌بینی سلامتی من حقوق من را طبیبان و متخصصان مؤسسه های کمک اولیه طبی سانیتری و بیمارخانه مرکزی و بیمارخانه های منطقوی ناحیه جبار رسولوف در سطح بلند خدمت رسانی تشکیل نمودند. این تدبیر مهمی تامین صحتی عامه، پیشگیری اهالی از بیماری ها، بلند برداشتن فرهنگ طبی جامع و طرز تشکل حیات سالم در دایره تطبیق هدفهای بنیادی حفظ صحتی حکومت جمهوری، برنامه و استراتژی های ملی تندرستی می باشد. در دایره سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت تامین سالمی اهالی، بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به ساکنان بخشیده به روز عمومی جهانی تندرستی در ناحیه جبار رسولوف چاره‌بینی سالمگردانی، تشخیص و معاینه و مشورتی رایگان دایر کرده شد. متخصصان با تجربه، طبیبان و کارمندان میانه طبی مؤسسه های کمک اولیه طبی سانیتری، مرکزی سلامتی ناحیوی، مرکزی سلامتی و خانه سلامتی دهات، بنگاه های طبی، ساختاری گاسپیتالی به خدمت رایگان طبی اهالی جلب گردیدند. در این روز از جانب مؤسسه های کمک اولیه طبی سانیتری به زیاده از 300 نفر مشورت و مصلحت و معاینه و تشخیص طبی رایگان رسانیده شد. در همه مؤسسه های ساختار گاسپیتالی نیز شرایط و امکانیت های تشخیص و طبابت و معاینه رایگان به اهالی مهیا گردیده شهروندان از چنین خدمت رسانی ها به ممانعت استفاده نمودند. چنین چاره‌بینی ها امکانیت می دهد که اهالی از همه نمود تشخیص طبی با استفاده از تجهیزات و دستگاه معاصر استفاده نموده از وضع سلامتیشان آگاه گردند. مجهز گردانی با دستگاه و تجهیزات زمانوی تشخیص و طبابت در مؤسسه های ساحه امکانیت فراهم آورد که شهروندان در محل خود از خدمت رسانی های طبی استفاده نمایند.